اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران مدعی شده است که ایالات متحده آمریکا پیشنهاد آتش بس میان تهران و تلاوی را از طریق یک کشور عربی مطرح کرده است. خبرگزاری اسنا روز دوشنبه به نقل از بقایی گزارش داده است که جنگ بر ایران تحمیل شد و تهران ناگزیر بود در برابر حملات اسرائیل پاسخ بدهد. سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرده است که ایران به دیپلماسی متحد است و اسرائیل تنها 2 روز پیش از دور ششم مذاکرات هسته‌ای میان آمریکا و تهران حمله کرد. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که ایران و اسرائیل درمانده شده بودند و به پیشنهاد او برای آتش بس تن دادند. جنگ میان اسرائیل و ایران 12 روز طول کشید و ایالات متحده آمریکا نیز برای 1 روز در آن مشارکت به 3 سایت هسته ایران را بمباران کرد. بر اساس گزارشات آمریکا پیشنهاد آتش بس را از طریق قطر مطرح کرده است. ترامپ پیش از آتش بس نیز هشدار داده است که در صورت اقدامات ایران برای غنیسازی اورانیم ممکن است به حملات دوباره علیه تهران فکر کند. وزارت خارجه نروژ اعلام کرده که برای حمایت از بازگشت کنندگان افغان از کشورهای همسایه حدود $1 میلیون اختصاص داده است. وزارت خارجه نروژ در صفحه اکس خود نوشته که بازگشت مهاجران افغان از کشورهای همسایه در سال جاری به گونه چشمگیر افزایش یافته است. این وزارت تاکید کرده که این مبلغ را به کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان اختصاص داده است. دولت نروژ هفته گذشته نیز $4 میلیون برای حمایت از نیازمندان در افغانستان کمک کرده بود. نروژ این کمک را در حال اختصاص داده است که اخراج مهاجران افغان از ایران و پاکستان افزایش یافته و نهادهای سازمان ملل نسبت به پیامدهای ناگوار آن هشدار دادند. طبق گزارش سازمان بین المللی مهاجرت تنها در ماه جون 230,000 مهاجر افغان از ایران اخراج شدند. ارتش اسرائیل به باشندگان مناطق شمال غزه دستور داده است که این مناطق را تخلیه کنند. خبرگزاری رویترز روز یکشنبه با نشر گزارش نوشته است که ارتش اسرائیل به مردم شمال غزه دستور داده است تا به سمت جنوب و منطقه الموصی در خان یونس حرکت کنند. بر اساس گزارش ارتش اسرائیل علاوه کرده است که عملیات نظامی در این مناطق تجدید و به سمت غرب تا مرکز شهر غزه گسترش می‌یابد. طبق گزارش همزمان با صدور این دستور بمباران ارتش اسرائیل در منطقه جبالیا و خان یونس تجدید شده است. ارتش اسرائیل گفته است نیروهای دفاع اسرائیل با قدرت تمام در این مناطق فعالیت می‌کنند و این عملیات نظامی به سمت غرب و مرکز شهر گسترش خواهد یافت تا توانایی‌های سازمان‌های تروریستی را